در ادامه واکنش‌ها بر نقض حقوق بشری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امین محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یکشنبه 4 جنوری در بیانیه‌ای در صفحه ایکس توییتری سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون‌ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده اند و با محدودیت‌های شدید روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقض‌ها چشم خود را ببندد. در همین حال شماری از زنان میگویند طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه میدهند بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفته اند و در حال حاضر این کشور به زندانی برای آنان تبدیل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال گذشته وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را به شدت نگران کننده خوانده و خواستار تغییر سیاست‌های طالبان شد. در این نشست ویژه جورجت گانیون، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه‌های زندگی محروم هستند و با وجود آن که وضعیت امنیتی افغانستان ظاهر آرام به نظر می رسد، مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند. این نهادها ممنوعیت آموزش کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی می دانند و تأکید می کنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.